علی جان بچه‌م ای گپا دیگه از کجا شد؟ کار دارم باید برم زود پس میایم. اما وقتی که تو ری قسم میبینم زیاد جیگر خون میشم. با ما چه؟ ما کدت قار هستم پره. ببین کارم زیاد مهم است. اگه نیم من کجا دلم میشه که تو اینجا ایلا کده برم. ببین بچه یک روز تو همه چیز خواد فهمیدی و تو هم مرا درک خواد کردی فهمیدی؟ از که بچه تا اینجا آوردی فکر کردی از او دختر منصرف میشه؟ اما هر چی که میکنی بازم هیچ فایده نداره. ایره خو میفهمی دخترم، ایره خو خوب درک کردی نه؟ دویگو دختر ما حتما تا حال تیار نشده. وقتی زکی به بازت من دخترم تیار میشه بیازو چند دقیقه بعد میایه. اما یک بار بشه دویگو میرم پس میای. دویگو دخترم تو در اینجا چی میکنی ها؟ در سالون مهمان هاست متوجه هستی؟ تو در اینجا اما تو شیشتی اما بسیار بد است. چی کنم؟ چیزی که با اونا بد است به من بد نیست. دویگو جانم فعلا همراه تو هیچ بس نمی کنم. یک کالای مقبولت بپوش باز بیا درست است. بیا منتظرت هستیم. حالا دیگه زود بیایی منتظرت هستیم. زکی لوده آدم بیعقل شیر را که از مادر خوردی او را از دماغایت بیرون نکنم نمیشه. احمق یک آدم خو کم انسانیت و احترام می داشته باشه. پیلوت بیادر چطور هستی؟ خوب هستم خدا داد. تو چطور هستی؟ زنده باشی مام خوب هستم. لوده بیا تا که برات نشان بتم تو زلفوره. از او تارای زلفت حتما گیتار می سازم قاق رو دی بیعقل. احمق بازش بلا قام میزنه. پیلوت بیادر داماد ضعیف که بود نه امو میایه اما بسیار کالای نو پوشیده بسیار مقبول معلوم میشه. میگن رنگ سبز و داماد میزیبه. تو با استغفرالله پس شو از پیش رویم. شما مسابقه دوش دارین؟ از اردیتان کدام من تستر میدوام. تو را پیش کدام. احمق لوده کلگی برای راست میره اما تو برعکس میری. خانه دویگویشان خود طرف است. بیادر ما بیادر چی لوده؟ بیادر چی؟ مگه من برات نگفته بودم؟ برات نگفته بودم که دویگو در دنیا و آخرت خواهرت است؟ تو پشت خواهرت به خواستگاری آمدی بیعقل. بیادر من خو خواهر ندارم. بچه ای تو را میگم. ای بچه چشمای تواز کو. تو را میگم هر دقیقه قسم زوف نکن. به خدا دلم میشه وقتی زوف میکنی قسم از لب روید کوفته جور کنم اما بخیز دیگه. پیلوت بیادر شما چرا ندویدین؟ یا این زلفو باز زوف کرد. من میرم برش یک انرژی میارم. نه برش آب لیمو میارم. تو چی چطیات میگی؟ بیا کمک کن مرا که بلند کنیم.
خواهر ما بریم بخیر دیگه. ها؟ گفتی ما؟ خواهر جان کدام چیز شده؟ نه چیزی نشده. آمدم. منتظر یک اشاره‌ایت است. راستش ما یعنی من یک بار باید تا تشناب برم، باز بعد از او خیستم بریم. سیست جان خود از اینجا که برآمده این طرف راست دروازه دوم. سیست ما برات نشان میدم خواهر. نه تو همینجا بشی جان خود. ما بیا زود رفتم پس میم. درسته. با تو دروغ میگم دخترم، اما با این کار مجبور هستم. کیفا وقتی که اینا مرا به من ماندی ازم نخواستی که من قسم کنم. مرا ببخش دوستم، ببخش. برقا چرا رفت؟ باشه جنراتور چرا اتومات روشن نشد؟ نمیفهمم آقا. برین یک بار ببینین که مشکل ده چیه. سالا عجله کنین. راستش من ده پایین بودم که یک دفعی برقا رفت، نفهمیدم چرا. دست جنراتور است. اما شما خوب هستین؟ خوب هستیم زنده باشین. چی گپ شده جان؟ والا ایش نمیفهم آقا. حتما کدام عوارض کرده دوستای ما میبینن، حال جور میشه. کار کو دیگه. آی تو کجا بودی پیلوت؟ کجا بودی ها؟ یکی از پیلوت زکی کی از بچه؟ بیادر گپتان قطع میکنم، اما ایره ده کجا بانم؟ درست هستم اینجا بانینش. بشنوین چی میگم. ای را ایستاد یک جای بانین که استخوانش نشکنه. به از اون من خودم میخوایم که بشکنانم استخوانش. بیادر هر قسمه که بخواین.
ای پیلوت مرا بچیم دیوانه نساز بگو کی است. جواب نمیده جوهر. هنوزم جواب نمیده. 100% بالای او بچه کدام بلا آمده. هیچ وقت قدر نمیکرد. موبایل خود هیچ وقت قصه به جواب نمیمون. نه جانم کلان آدم از چی بلا سرش آمده میتونه. اگه خدا نخواسته موتر نزده باشیش. ای خدایا. و یا کسی سر رایش گرفته باشه که چاقو نزده باشیش. خدا نکنه. و یا تو با جوهر بلی از خدا قسمم شده میتونه. چیزای خوب فکر کنین، چیزای خوب بگوین. پیلوت خواهش میکنم کدام کار نکرده باشی چی میشه؟ حالا این آواز شد. آقا در جای این بکس عمومی فیوز سوخته. چطور سوخته میتونه؟ شاید که سرش فشار آمده باشه. دوستا حال جوریش میکنن. آقا راستش تیل جان را تو را خلاص شده. چیه پس پدر؟ چیز نیز دخترم شما بشینین. طرف ما بی جان. یالت عادی بوده نمیتونه. با نفرا بگو متوجه کل چیز باشن. سایس آقا امرای ما بیاین. آی فکر کنم از اونجا کسی تیر شد. آی به نظرم بهتر است یک بار برین ببینین. زود باشین برین ببینین. منتظر چی هستین حالا؟ بیادرم سلیمان اینا اوراق ثبت نام یتیم خانه هستن. بیام از من. ایده اینجا چی میکنه؟ آقا کل جای دیدیم. هیچ کسی نیست. شاید خانم سفدا چیزی را اشتباه دیده باشه. خب شاید من از دست ترس برخطا شده بودم. فکر کردم کسی از اونجا تیر شد.
نظر به ای که برقام آمد. حالا جان خور ما باید بریم دیگه. برم خواهر جان. زینب جون خدافظ. یک داری خدافظ. با پدرتام شب بخیری مرا بگو. شب بخیر. شب بخیر. کدام چیز کم شده؟ نه کل چیز در جایش است. شاید که اونام از پیش تا نفتیده باشه و متوجه نشده باشه. نه جان مطمئن هستم کدام کس داخل آمده. مطمئن هستم. کی داخل آمده میتون آقا؟ تو از من ثبوت میخواستی نه؟ اما ثبوته آقا کرد در بین یک صحیفه خاص پاد کرده. چیزایی که برات گفتم کاملا راست است. پیلوت مکت سینان به منطقه میرم باز در اونجا میبینم. پیلوت به خاطر که خانه و دختر میرفت اختطافش کردی. چرا این کار کردی بگو؟ چی میکردم بدست؟ دیگه چی میکردم؟ ای لوده به دختری که دوستش دارم چشم دختر همه قسم دست زیر علاشا بشینم. احمق چشمای تواز که بچم بخز دیگه. توی خار پشته که بیبی یک قدر ترسیده که از جایشم تکان نمیخوره. یکی است بچه. ببینین هنوزم از او کدام خبر نیست. موبایلش هم خاموش است. حتما در کدام جای افتیده. همونجا مانده دیگه از طفلیت به ایسو وقته که از چیز بترسه ضعف میکنه. آی بچه مستست دادم علی جانم آرام باشین. هیچ چیزی نشده. تا چند دقیقه دیگه میای. لطفا نقدر بر خطا نشین. هیچ چیزی نشدهش. اما تو نیست علیحان. البته ما یک دفعه فشارتا نمیبینم. بسیار خوب میشه دخترم. درست است. به نظر من میفهمم که زکی کجاست. بچه وداد ای کلا به خاطر چی لط میکنی؟ چی شده بگو دیگه. آوازی است که چی شده پیلوت؟ وقتش پوره شده اما یه هنوزم پول خدا نپرداخته. راست میگه بچم. مالک برم کم برسه ما پولی او را نمیتم. بشنو چی میگم. از طرف ما هیچ وقت اشتباهی نمیشه. نیکی برات نگفتم. یعنی که ما اشتباه کردیم؟ ببین پیلوت پدرای ما دوست بودن. بیاز و پدرت ده حق پدرم کار احمقانه کرد. شما طرف پدرتان نرین. بی عقل. لاشی احمقا ببرین پشت سر بندازین.
چی گپ است پیلوت؟ بیادر ما چی شده بگو؟ ای تو چیزی نمیمانه که درباره پدرش نگفته باشه. اما بیادر ما اسلحه را دست گرفته مغزای سگ آباد کردن نمیتونه. مگه میتونه بودی که میگفتی وقت اسلحه را به دست گرفتی تا خسته نشدین اندازش ها بگو برم. او بیادر کی همه را میگفت کجاست؟ بیادر ما کجاست پیلوت بگو برم. وقتی که قاتل پدر ما رو پیدا کنیم بازی اسلحه را دست نمیگیری؟ حالا دیگه زود برم جواب بتی بچیم. هر باری که ازت پرسام کردیم جواب ندادی، اما این بار باید برم جواب بتی بچیم. حالا بیادر ما کجاست؟ حالا جواب بتی. تو قسمت از بین میبری اما تراس. پیلوت علی خان پدر. آقا خوش آمدی. تو میخوایی با این بچه چی کنی ها؟ طرف ما بیبی تو یک مهمان مرا چطور میتونی یک قسم با خود بیاری؟ تو بلای نمانده که به خاطر تو سرمان آمده باشه. تو هنوزم فکر میکنی که میتونی امرای دخترم عروسی کنی؟ بچه ما کشتن. آی خدایا ببینین نه چطور دانستی امرای بچه ما قسم کنی؟ خانم خور از بچه شما نیست. آی بدون که آرزوهایت پورا شود تو را در خاک میمانیم بچیم. به خاطر یک دختر تو ما را در غم شاندی بچیم. لطفاً چشمایت حواس کن بچیم. تو ما را این تنها کردن نمیتونی. لطفاً آرام باش. آی بچیم بچه شیر من. پیلوت آقا علی خان به خدا وضعیت قسمی که شما فکر میکنین نیست. مادر پدر گریان نکو. چرا گریان میکنی؟ گریان نکو. چیگه پس چی میخوایی؟ از چشمای اشک میآید. چرا گریان میکنی؟ با تو چی؟ دیگه ای که ما یک دیگه خودم میشناسیم؟ تو چی میکنی ها؟ بسیار مقبول رقص کردی. بسیار خوبش بود. های تو چقدر خندروی هستی. صبر کن امرت یک عکس بگیرم. ها آلی یادم آمد. تو همون بچه هستی که در کنار سایل رقص میکردی؟ بله من همون هستم. مشکلت چی است؟ مربوط تو نمیشه. اما حال من به یکم راز نیاز دارم. دوست پسر مرا ترک کرده رفت. او بیخی گوساله بود. گوساله. تو عاشق یک گوساله بودی؟ بسیار بد است. ها زیاد بیماناست. حال ما و تونی تنها ماندیم. گفتی تونی؟ تونی کی است؟ تونی؟ اینجا بیا. او را از اینجا ببرین. او را از اینجا ببرین. مرا میخوره. وقتی 10 ساله بودم یک دفعه مرا خورده بود. 10 ساله بودم خورده بود. ببر. نترسی ترسی. از اینجا ببر. چیزی نمیکنم. حالا دیگه سود باشه از اینجا ببر. بیا تونی یکم بیا. نترس. از اونجا خامده باز مرا نمیخورم تو نیست؟ آمده نمیتونه تشویش نکو. های بسیار خوب شد که امروز پیش روی ما آمدید. ای قسم به مام خوب شد. دیگه ای که تو چرا از سگ میترسی؟ بیا برم قصه کو. من 10 ساله بودم. طرف مکتب میرفتم.
یک دانه سگ طرفم دید. ما به او کوچه گفتم آمد هر طرف که من میرفتم دقیق میدید. بالاخره در یک جای مرا چک گرفت. این خو صحیح است اما سگا خو باید بجفن. اما میگفتن سگه که بجفه چک نمیکنه. هر طرفی که رفتم آمد اما مرا چک گرفت. او چیزی کده نمیتونه. دیگه چی جان داره؟ ایزگی جان ببین این دختر کی از شناختی؟ امو دختره که در پیش سایل بود. امو که مرا ماچ کرده بود. یک دقیقه یک گپ. این دو دختر است؟ کدام غلط فهمی نشه. از سگ ترسیده بود ما هم دمو مورد گپ میزدیم. دختر جان کدام غلط فهمی خونیست اما تو نمیشرمی که به خاطر ساده بودن خدا داد آمدی سرش خندی میکنی؟ ایزگی خود سر ساده بودن مریش خندی نکد. فقط درد خود به ما گفت. تو مداخله نکو. نیکا تو فرشته نجاتی بچه کلوله هستی چطور میشه بگویی؟ ایره بی هنوزم خندی میکنه. تو خودت چی فکر میکنی؟ تو کی هستی؟ تو حق تبوتم که یک طور موی در کلی سرخط نمانم. به خاطر ما جنگ نکی ایزگی. تو دخالت نکو. تو حق کیره در دستش میتی ها؟ الاکو دختر تو چه قبیه در بودی؟ الاکو دختر بیعقل؟ بسیار بیاده بستی. دختر بیعقل. تو احمق مرا زدی؟ من حالا کتت میفهمم. این حالا یک قصهی من کنکت میکنم. الاکو بیعقل. من کتت میفهمم. موی دختره روانی؟ الاکو رین جای الاکو رین. سعیز به خاطر من سعادت میکنین اما این کار بسیار غلط است ایزگی. ما فقط دوست هستیم. بیبی هنوزم که تو نفهمیدی. این دختر به خاطر لذت بردن سر تورش خندی میکنه. تو چی گفته میری احمقا؟ تو چی گفته میری؟ سر خدا دادش دیوانی روانی. الاکو رین جنگ نکنین. ما حمق نیستم صحیح است. سر من ریش خندی نکده. این جنگام دمیجه خلاص کنین. ایزگی تو هم بخیز. جنگ خلاص شد اله. تو هم بخیز بیا. تو هم گریان نکو. همیشه خنده کو. خنده کردن به تو زیاد میزیبه خو؟ این سگت هم زیاد جفی تیره گرفته. از اینجا رفته میتونی که ازگیر یک دفعه دندان نگیره. خنده کردن به تو میزه به وای خدا داد. اگه همه قسم پیش بری با سر پرنده های هوا قدم خود زدی بله. سر پرنده هایی که دعواستن چه قسم قدم بزنم؟ امرای پرنده ها خو من تو نمیتونه پرواز کنم. فامیده قسم میکنی اما تو نیست. چی را فامیدی ایزگی؟ چی کردیم؟ مرا ایزگی نگو با دختر بگو. باز مقابل من خسته از او دفاع میکنی. آی دیوانه میشم. با من سعادت نکی ایزگی. من تو را زیاد دوست دارم. ما خواهی سعادت نکدیم. میگه که سعادت نکده اما سعادت کرد. من میفهمم. یک نفر به ما بکسک پول توفه داد. از بینشی برامت ملاسایی. درباره او روز که بکسک پول به در منطقه افتیده بود گفته بودی نه؟ بله. ما تمام او کسایی را که همون روز به منطقه رفت آمد کرده بودند در کمرای امنیتی چک کردم. یک عکس آخرم باقی مانده. ایرام یک بار بود. علی چی شد؟ چی پیدا کردی؟ چیز پیدا تو نیستی علی؟ قصه کو برم بگو چی شد؟ علی درباره بیادر تو نیستی چیزی پیدا کنی یا نی؟ هر چیزی که در سیف آقا کرد بود عکسشو نگرفتم. خوب است اما این خوب پیلوت است. عکس پیلوت آقا کرد چرا در او سیف مانده؟
بین عکسای طفولیت بیادرم سلیمان ایام بود. ایره از اونجا گرفتم. یک دقیقه من خو نفهمیدم. پیلوت بیادر اصلی تو اصلی؟ نمیفهمم سیفده. نمیفهمم. بیادر رکده قدر سال میپالیدم. در پیش رویم. در پیش چشمم بوده اما نمیفهمیدم. به خاطر فهمیدن ای به خاطر فهمیدن ای حقیقت فقط یک را وجود داره. اگر راست باشه، اگر واقعا بیادرم پیلوت باشه، ده اینجا یک چیز مربوط به گذشته ما حتما است. اگر خوردان باشه بازم یک ثبوت است. علی، اما قسمه که به بچه رسیدی اما قسم به بیادرتم میرسی. باور کن من در اینجا پیراداری میکنم آقا علی. چشم برامی باشم و گوشم هم در موبایل خود بود یا از خودت است. اگر کدام چیزی شد عاجل به من خبر بده. درست است؟ شکر که هستی. هنده اصل شکر که تو هستی. متوجه باشی خدایا لطفاً علی را کدام چیز نشه. لطفاً بیادر خدا پیدا کنه. کمکش کن. وقتی قدر به تو نزدیک شدیم لطفاً به خیال تبدیل نشو. ای امید نباید از بین بره. همه قسم است. آخ واقعا بسیار زیاد جگرخون شدم آقا جوهر. البته خب حالا وضعیت بیلیما خانم چطور است؟ فهمیدم. گوش کو اگه به کدام چیز ضرورت داشتین از زنگ زدن خجالت نکشین خواهش میکنم. حالا دیگه بازم شفا باشه. از طرف من برشان سلام تقدیم کنین. چی شده بود علی هان جان؟ دیگه چی شوه خانم بیچاره تمام شود در شفاخانه سپری کده. البته اگه آقا پیلوت ای کار نمیکرد بازتون نمیشد.
پدر دیگه چیز خو یاد نداره، فقط پدر چی بلی آز خدا. پیلوت دویگو برو به زنگایم خود جواب دادن نمیتونی، پیامایم خود جواب بده. کدام چیز تونستی پیدا کنی؟ نه، هیچ چیز پیدا نتونستم. دارزوی پیدا کردن بیادرم نه که بازم کدام خیال بافی ناک کردم. نه تویش خیال بافی ناک نکردی، اصلا نه قسم فکر نکن. گوش کن، هیچ چیز تصادف بوده نمیتونه. آقا کورتی نارا بنا حق پد کردن نمیتونه. ده همین جاده یک جایی یک چیز خوب باید باشه. جدا نمیشیم همونطوری؟ هیچ وقت نه جان لالا. اما اگه شویم، یعنی اگه جدا شویم باز تو مرا پیدا میکنی؟ ما هیچ وقت اجازه نمیدم که تو از پیش ما گم شوی بیادرکم. اجازه نمیدی؟ اجازه نمیدم. با تشویش شدم، من اونجا میایم. پیدایش کردم سیفته. بیادرم من پیدا کردم. چی؟ گفتی پیدایش کردی؟ توپ برفی سیفته. توپ برفی بیادرم من پیدا کردم. پیلوت بیادرم بوده. چی؟ پیلوت سلیمان بوده.
پیدا کردم سیفدا پیدا کردم سیفدا پیدا کردم بیادر ما پیدا کردم